یک شاخ گل، برنامه شماره 22. اشعار از کلیم حمدانی. کلیم حمدانی از شعرای قرن 11 و دوران شاه عباس بزرگ است. کلیم مانند عرفی و صاحب تبریزی به سبکی مشهور به سبک هندی شعر می سروده.
دور خویش ز مینا حصار میخواهم، در آن میانه تو را در کنار میخواهم. به توبه نامه نمیشویم از گناه، به توبه نامه نمیشویم از گناه که به حشر به کف مسوده زلف یار میخواهم. دل گمان دارد که پوشیده است راز عشق را، دل گمان دارد که پوشیده است راز عشق را، شمع را فانوس پندارد که پنهان کرده است. دامن آمیزش او الفت موج است و کنار، دامن آمیزش او الفت موج است و کنار، روز شب با منو پیوسته گریزه آمد. به تکلم، به خاموشی، به تبسم، به نگاه، به تکلم، به خاموشی، به تبسم، به نگاه میتوان برد به هر شیوه دل آسان از من.
غربت موندم و دل بیقراره یاد خودمون که دلم دیگه نداره یاد دل بیاره و بعدم نداره یاد در این دنیا دل ما نداره دل نداره دل ما نداره خدایا گردن رفت داره یا مرمون گرفت یا رفت داره یا دلم سرگرده یارم یاره یا برام مثل خودم شب زنده داره انتظاره شب زنده داره چشم انتظاره پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد. این بود یک شاخه گل شماره 22 که با همکاری خانم الهه و به اهتمام آقای عباس شاپوری تنظیم یافته. شعر از آقای بیژن ترقی، آهنگ از گلهای صحرایی.